ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی؟ بیا ماه شوق. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. از سهل ابن سعد خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: در جنت دری است که آن ریان نام دارد و روز قیامت از آن تنها روزه‌داران داخل می شوند. آن روز گفته می شود: روزه‌داران در کجایند؟ پس روزه‌داران برمیخیزند و از آن در داخل بهشت می شوند. چون روزه‌داران از آن در داخل بهشت شوند، آن در بسته می شود و دیگر هیچ کس از آن داخل نمی شود. روایت بخاری و مسلم. علما در شرح این حدیث می گویند جنت دارای درهاست و این از رحمت و مهربانی خداوند به اهل بهشت درک می دهد. یکی از این درهای جنت ریان نام دارد که از آن فقط روزه‌داران ماه شریف رمضان داخل می شوند. البته خاص نمودن در ریان برای روزه‌داران ماه رمضان احترام و قدردانی پروردگار برای مؤمنان است. روز قیامت منادی فریاد می کند: کجایند روزه‌داران ماه رمضان؟ سپس روزه‌داران ماه شریف رمضان از بین مردم خیسته از آن در داخل می شوند که این یک شرف و احترام خاص از جانب پروردگار برای آنهاست. بعد از داخل شدن روزه‌داران ماه رمضان آن در بسته می شود و دیگر هیچ کس از آن به بهشت داخل نمی شود. در ذکر شده مخصوص روزه‌داران ماه رمضان می باشد. پس خوش به حالت ای شخصی که از این در داخل بهشت می شوی. برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که در بهشت دری خاص است برای روزه‌داران ماه شریف رمضان که ریان نام دارد و تنها روزه‌داران ماه شریف رمضان با واسطه این در داخل بهشت می شوند. پس روزه خود را با نیت پاک و خاص برای الله بداریم تا روز قیامت با واسطه این در داخل بهشت بشویم و از پروردگار دعا کرده می پرسیم: خداوندا ما را با واسطه دری ریان به داخل بهشت در آمدن نصیب بگردان. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.